بسم الله الرحمن الرحیم. درنو وطنوال و هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم اول جا داره که از مردم افغانستان، از مردم با شهامت افغانستان که در شرایط خطیر با قبول خطر به پای صندوق‌های رای رفتن، ابراز تشکر و قدردانی کنیم. از نیروهای دفاعی امنیتی ما به خاطر تأمین امنیت انتخابات تشکری و قدردانی داریم. از حامیان تیم ثبات و همگرایی تشکر میکنم که در شرایط سخت و دشوار متحد با هم با استقامت از تصامیم تیم حمایت کردند. ما به حیث تیم مسئولیت پذیر، تیم ثبات و همگرایی، تمام کوشش های خود کردیم و تمام وقت لازم گذاشتیم و تمام حوصله‌مندی لازم از خود نشان دادیم تا باشد که پروسه در مطابقت با قانون و با مقررات کشور، با شفافیت و با در نظر داشت عدالت پیش بره. میدانین هموطنان ما امروز آگاه هستند همه که در مورد 300,000 رای که شامل آرای مشکوک بود، شامل آرای که در خارج از وقت استفاده شده بود، شامل آرای غیر بایومتریک بود، تصامیمی گرفته شد که کاملا در مغایرت با قانون بوده و هیچ مبنای قانونی نداشت و نداره. بر همین اساس نتیجه را که امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات، کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می‌دانیم. اونایی که در کمیسیون ها در بدل پول، تطمیع و یا هر شرایط دیگه به این پروسه ملی خیانت کردن، واقعا خیانت ملی را انجام دادن و فراموش مردم افغانستان نخواهد شد. از همه اونهایی که به مردم سالاری باور دارند، با آینده سالم کشور باور دارند، به حقوق شهروندی باور دارند، به تعیین سرنوشت از طریق رأی و اراده مردم باور دارند، تقاضای ما از است که امروز در برابر تقلب استاد شوند و همونطوری که ما نپذیرفتیم این نتیجه تقلبی را، اونها هم نپذیرند. موقف ما در همه پروسه های ملی ناشی از خواست مردم افغانستان بوده. در پروسه صلح همیشه ما خواهان صلح پایدار و با عزت بودیم. گفتگوها را با مخالفین همونطوری که در گذشته بدون قید و شرط وعده سپرده بودیم، در این موقف ما تغییر نامده و یک بار دیگه این موقف خود تکرار میکنیم. ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود اعلان میکنیم. اجازه بده. لازم بود.
تقلبکارا روسیای تاریخ افغانستان هستند. ما حکومت همشمول تشکیل میتیم. ژوندی دوی افغانستان. مبارک مبارک مبارک. جمله آخری را تکرار میکنم دوباره. تقلبکارا روسیای تاریخ هستند. ما حکومت همشمول تشکیل میتیم. ژوندی دوی افغانستان.